هر ملتی که وتی تاریخ گار بکن وتی هویت هنگار کنده. به همین خاطر من در یه کلیپ تها در مورد این جستا توضیح دادم که بلوچان چه پیما وتی دولت وتی حکومت چه دستا داد. ایشی سرزمین بلوچستان پیش دارگین نقشی تا نقشه‌ای که پرشیای پیش دارگین، فارسا، ایران کنونی، ترکیه پیش دارگین در دوره امپراتوری ترکیه یا عثمانی و افغانستان و بلوچستان حکومت پیش دارگین قرن 18 ها. ادا چطور بود که بلوچستانی تحاکی منطقه کلن تحت ایریای سلطه بلوچستان بود در دوره میر عبدالله خان شان، دوره میر نصیر خان نوری شان و غیره در قرن 17 هم 18 ها. ادا مرزی ارد بود رنده، مرز گلدسمیت گوشن و ادا مرزی ارد بود که مرز دیورند گوشن. مرز گلدسمیت بلوچستان شرقی و غربی کد، مرز دیورند بلوچستان شمالی در بخش افغانستان تحریر کد. چه اتفاقی کرد که بلوچستان 3 تکه بود، مثل مشابه مثلا کردستان که 4 تکه بود تگه. داستان از این قراره که ابرقدرت های دوره براشی که هرچه گشتر ملتان تحت استعمار و سلطه و در بیارنته و این منابع به زور استفاده بکنن و تی کشورها و تی مردمان پیشرفت بدن یحتاج مناطقش در دنیا تا تصرف کتگن. به همین خاطر انگلیس یحتاج حمله کتگد به هندوستان، اندیا و هندوستان تحت قبضه و در یحتاج. قبل از این پرتغالی منطقه گرفته ولی انگلیسی ها اندر کتن و تشی منطقه گرفت. میلیاردشان چدان درآمد هست چه هندوستان ها. سلطه عجیب غریبشان در این منطقه به دست آورد. بچه هندوستان پرت از مواد منابع غنیت. ایشان یه منطقهش که قبضه کد نلورته این منطقه چه دستا بدنته، اما رفته روسی قدرت در این منطقه بچارد پیشترگاهی باز بود. روچ تی سلطه گشتر کنان بود. یه زمانی هستد که پرشیا در این منطقه آذربایجان کنترل تو در یارتگه در دوره قاجاریان و گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان این مناطق تحت قبضه و سلطه استعمار پرشیای تن در دوره این ملتان تحت قبضه و در یارتگه پرشیایا. روسیه چه کد؟ روسیه یه مناطقی پشگیران کردن در معاهدات ترکمنچای و غیره که معروف هم شما اینترنت رو سرچ بزنید در دور قاجاریه که ضعیف بودگد یه مناطق تحت کنترل روسیه درختن. هندوستان که در تحت کنترل ابرقدرت غربی انگلیس در واقع ایشی هم بلوک شرقت که روسیه ببی بینشان رقابتی کرد که رقابت رنده معروف بود به نام The Great Game یا بازی بزرگ. بازی بزرگ تمرکز در این منطقه بلوچستان و افغانستان بر سر ایشی که اینا مرز حائلی ارب کنه تا امپراتوری روسیه که در حال قدرت گیرگین و امپراتوری بریتانیا که یه منطقه تا کلن قدرتی گرفته ایشان متوننته به همدیگه برسنته همدیگه سرزمین پچ بگیرنته. تلاشش کد که اینا مرزی ارب بکننته. یعنی انگلیس تلاش کد که کار انجام بدنته. به همین خاطر این منطقه تحت سلطه هیچ کس نه، دولت مستقلیت، فقط هندوستان در تحت قبضه انگلیسانه. اما انگلیس یواش بلوچستانی هم تحت قبضه و تصرف و دریات با گیم ها و بازی های مختلف گجتی جنگ های اردیکو گو افغانستان ها گو بلوچان اینا خیانت های بازی نشه که سردارانش چس کتم دولت مرکزی بلوچستانش ضعیف کد. یک داستانی درش یارد که ادکا مکران وتی فدرالی حکومت هستد، خاران وتی فدرالی حکومت پیدا بود، کلات وتی فدرالی حکومت پیدا بود. سم یک علم شنگیش ارکوی منطقه‌انش هم کلا وتی مستقیم وتی سلطه چیرا در یارتن بریتانیایی‌ها در تاریخ هم نوشتگم. هنو توضیحی که من بدامش اینه که در ادامه موضوع انگلیسا نتون تمامی مناطق تحت قبضه و قدرت در بیاریتم، همیشه مرزان و محافظت بکن. به همین خاطر چه ایرانیانی چه پرشیای درخواست که تو هم بیا یه منطقه بگیر که مرز ارد ببی، ما دیگه نگرانشی مبون که روسیه بیایت هندوستان تصرف بکنه. پرشیا هم قبول کد. ناصرالدین شاه قاجار حمله کد، تو منطقه پهره نیمگا شهر بمپوری تصرف کد. چاره ادام که هستین خب منطقه بمپور که نزدیک پهره ایشی تصرف کد. ادام رنچشی که تصرف کد یواشاش ادامه داد تا شی که به مرزهای یه منطقه رسید.
در سال 1247 یه منطقه تحت بامپور تحت تصرف اشغالگران در واقع پرشیای دوره قرار گرفت که انگار هیچ وقت در طول تاریخ هیچ زمانی سرزمین در تحت تصرف پرشیا نبوده. هیچ زمانی، هر زمانی که یحتق این منطقه رو تصرف بکنن درگیری ها و جنگ های پیش یحتق که بالاخره بعد بلوچستان وقتی آزادی گرفته. اما بالاخره ادش که گرفت با حمایت انگلیس که در این منطقه تها قدرتی هستد، یه مرزش به نام مرز گلدسمیت در سال 1871 ایجاد کرد. رنچ آیا بعد از 5 سال 10-15 سال رند فکر کنم اگر اشتباه میکنم این مرز رند مرز دیورند ها در مورد توضیح دادیم در کلیپ بعدی، ولی این مرز گلدسمیت در همه دوره انگلیس ایجاد کرد به خاطر که امپراتوری روسیه به منطقه می بازی بزرگی گوشنته و یعنی ما تومه استعمارگران روسیه و انگلیس و پرشیا قرار گرفتیم تو سرزمین ما ادام تحت تصرف پرشیا قرار گرفت. اما این منطقه استقلال باقیت تا زمانی که هندوستان یعنی جنگ های گاندیشان و انگلستان پیش یا تا انگلستان مجبور بود در بیته رندا پاکستان شکل بلوچستان و آزادی گرفت در مدتی 6 ماه رند یه منطقه تحت تصرف قرار گرفت. لاخر اشی استقلال هم چه دسته دارد، یعنی ولی مدتی طولانی انگتی استقلال باقیت ولی این منطقه تحت تصرف ایران است. تاریخ چیه؟ تاریخ دقیق من برای شما نویسم برای که کسانی که نزانند آن ذهن تها این مسئله بمانید. شاید ادام یک کاغذ سال 1871 میلادی ایشی اگر مرز تصرف کنی شی مرز تصرف کنی واسطه 87 بنویسید شی تاریخش به ذهن نیندی 1871 بچار 87 واسطه این یک طرف هم ایشی تاریخ میلادیه، یعنی در این تاریخ میلادی بلوچستان یه مرز در بین بلوچستان ایجاد بود. اگر شمسی لوتیم بجنه تاریخ شمسی هم بیت 1249 شمسی، یعنی على فارسی نیستم 1249 ایشی در تاریخی هم که بالاخره یه مرز گلدسمیت اد بود تو بلوچستان شرقی و غربی بود. یک سال ادا اضافه بکنی به 1250 یعنی تاریخش به ذهن مانیده، یعنی 1250 یک روز پایین یک سال پایین بیاره بیتن چه یعنی 149 سال قبل برای اولین بار پرشیای فارسا بلوچستان تحت تصرف ود دریافت و از همه زمان به بعد یه منطقه تحت کنترل فارس ایرانه و بعد از آیا مدتی یا وشاش وقت قاجاریان ضعیف بودن یه منطقه تحت دوباره حکومت دوست محمد خان شکل گرفت در پهریتها کلاتی جتگاتوتی معروفه. اما در سال 1307 شمسی حمله کد پهلویان، رضا پهلوی میرپنجا حمله کد به منطقه بلوچستان و مجددا ادام تصرف کد پادشاهی بالاخره اعدام کد بلوچستان دیگه 4 روز به بعد حکومت مرکزگراش ارکوز زمان مادریش می محروم کد می فرهنگش ضعیف کد به ماش تاریخ جعلی وارینت می تمام تاریخ کتابان بلوچان توسط زابلیان نویسته بودن که منطقه مهاجرش تگن یا غیره و غیره هم و مالش گوشته که شما آریاییت یک فریب مطلقی که ما را رد دیگایم. عزیزم هر یک حکومتی که یک منطقه تحت استعمار دریاری تمام تلاش رو کن که برای که آیانا تصور میکنند که وقتی حقا پخش بگیرم تلاش کنن آن هویت ضعیف بکنن، اما یک کلیپ شما پخش بکنید تا مردم بزنند و هویت ضعیف مبیته هنوز منطقه به شکل دریاد.